الان دیگه همه میدونن چت جی پی تی چیه، ولی واقعا خیلی ها هستن که بلد نیستن ازش استفاده کنن. توی این ویدیو قراره بهت یه راه حل بگم، یه فرمول بگم که بتونی جوابها و نتیجه های بهتری از چت جی پی تی بگیری. بریم تا با هم داشته باشیم. سلام، من محمد جواد بیداری هم. خیلی خوشحالم که امروز هم در کنار شما و قراره که یک ویدیوی خیلی درجه یک با هم داشته باشیم. توی این ویدیو فرقی بین یک حرفه‌ای و یک مبتدی قراره که مشخص بشه. ببینید همه ما بلدیم ماشین برونیم اکثریت، خب ولی یکی دو نفر هستش که مثلا میره مسابقات رانندگی و خیلی خوب درجه یک رانندگی میکنه. همه ما بلدیم از هوش مصنوعی سوال بپرسیم. سوال پرسیدن واقعا کار سختی نیست، ولی کمتر کسی هستش که بلد چطوری از هوش مصنوعی و چت جی پی تی و دیگر چت بات ها استفاده کنه که بهترین نتیجه رو بگیره. شاید براتون سوال باشه که چطوری یه سری افراد یه سوالی از چت جی پی تی میپرسن و یه نتیجه خیلی فوق العاده میگیرن، ولی من یه سوال میپرسم و یه نتیجه خیلی معمولی بهم میده. جوابش این چیزی که ما امروز قرار با هم بررسی کنیم. چت جی پی تی هم مثل همه هوش مصنوعی دیگه یه فرمولی داره، یه فرمول 6 قدمی 6 بخش که اگه ما این فرمول رو بتونیم درست انجامش بدیم یه نتیجه خیلی شسته رفته و خیلی درجه یک میگیریم که من دونه دونه اینا رو بهتون میگم. ستای اول خیلی مهمه، اهمیت خیلی بیشتری داره توی پرامپت نویسی ما. ستای بعدی هم اهمیت داره، خوبه، ولی یه سری جا ممکنه که شما پیدا نکنید، ندونید چطوری اینو بذارید توی پرامپتتون. مشکلی نداره، میتونید اینا رو یکی دو تاش رو حذف بکنید، ولی ستای اول خیلی مهمه. اولین قسمت وظایفه، یعنی شما باید توی پرامپتی که مینویسید وظیفه‌ای که چت جی پی تی به چت جی پی تی میدید تا انجام بده رو بهش بگید. این وظایف ممکنه یک وظایف تک بخشی باشه یا چند بخشی. مثلا بهش بگید که آقا برای من، برای مثلا محمد جواد 90 کیلویی یه برنامه باشگاه بده، یه برنامه رژیم بده. یک بخش داره. خب حالا ممکنه یه پرامپت دیگه بهش بدید. ممکنه بگید که خب بیا مثلا اسامی شهرها رو در بیار برای من، شهرهای ایرانو بر اساس حروف الفبا یا بر اساس جمعیت هم بگیر رو مرتبش کن. شما 2-3 تا ازش وظیفه خواستیم، یعنی یه پرامپت خواستیم که چندین کار قراره که انجام بده براتون. پس این وظایف حتما باید توی پرامپتتون باشه. دومین قسمت فرمولمون میشه محتوا. محتوا یعنی چی؟ محتوا یعنی اون هدفی که ما از چت جی پی تی میخوایم. مثلا من مینویسم که من میخوام یه پست وایرال درست کنم، این میشه هدف من از پرامپت نویسی من میخوام یک مقاله بنویسم، این میشه هدف من میخوام به یک نفر یک توصیه بکنم، این میشه هدف من از سوال پرسیدن، از پرامپت نویسی که از چت جی پی تی دارم. پس مهمه که این دوتا موضوع رو شما قاطی نکنید. وظایف با هدف فرق داره. وظیفه چت جی پی تی اینه که بره اون شهرها رو در بیاره. حالا من شهرها رو برای چی میخوام؟ برای یه مقاله میخوام. اوکی، وقتی من محتوا رو بیام بهش بدم خیلی شسته رفته و بهتر میتونه کارش انجام بده. سومین قسمت فرمولمون نمونه هستش. اگه میتونید حتما سعی کنید نمونه بیارید. یعنی وقتی که شما مینویسید که برای من 10 تا پست وایرال برام بنویس، خب این 10 تا رو شما میخواید، وظیفه است که انجام بده. میاد 2 تا مثال میزنید که آقا این 2 تا لینک، این 2 تا پست محتوای وایرال شده رو هم ببین، بررسی کن، طبق اینا برای من پست وایرال شده بنویس. به خاطر همین میگم مثال زدنه باعث میشه که چت جی پی تی هم قوی تر کار کنه، هم یادگیریش بهتر بشه. خود اون چت هم خیلی میتونه چت قوی براتون باشه. حالا من توی یه ویدیو دیگه یه هک چت جی پی تی بهتون یاد میدم که چطوری اصلا از چت جی پی تی به بهترین، اصلا انگار
از پشت پراید بیاید پشت بنز بشینید، انقدر قوی بهتون میاد از چت جی پی تی استفاده کنید. این 6 تا فرمول، این 6 تا قسمت یک فرمول برای پرامپت نویسیه که خیلی مهمه. حتما این رو هم باید در کنار اونها داشته باشید، چون این واجب تر بود اینو اول ضبط کردم. اگه تا اینجای ویدیو از محتوای این ویدیو خوشتون اومد، حتما پیشنهاد میکنم که یه هدیه به ما بدید و دکمه سابسکرایب رو بزنید تا به هدفمون 1000 تایی شدنمون زودتر برسیم، یه قوت قلبی بگیریم و براتون محتوایی بهتری ضبط کنیم. میدونم الان همه ما هوش مصنوعی رو میدونیم که چقدر خوبه، چقدر قویه، چقدر رو به جلوه. این آموزش هم یه آموزشی که به درد همه میخوره. پس خوشحال میشم اگه نظرتون رو بهم بگید، خوشحال میشم اگه لینک این ویدیو رو برای دوستانتون بفرستید. خیلی خوشحال میشم واقعا. چرا؟ چون میفهمم یکی دو نفر هم مثل من به آموزش علاقه دارن. منم وقتی که آموزش خوب میبینم همین کار رو هم انجام میدم، چه توی پیجم، چه توی کانال تلگرامم، چه توی وبسایتم. من واقعا این حرکت این آموزش دیدن و آموزش دادن رو واقعا از طریق قلم دوست دارم. امیدوارم که شما هم دوست داشته باشید و با سابسکرایب کردن ما توی این مسیر بهمون کمک کنید. چهارمین قسمت فرمول 6 مرحله‌مون دادن شخصیت به چت جی پی تی. شخصیت یعنی چی؟ بگید که تو فرض کن که یک دکتری، به چت جی پی تی اینطوری بگید فرض کن یک دکتری، فرض کن یک مشاور کسب و کاری، فرض کن یک روانشناسی، فرض کن یک تعمیرکاری، فرض کن رفیق منی. دادن شخصیت به چت جی پی تی باعث میشه که راحت تر بتونه نتیجه نهایی رو به ما ارجاع بده. چرا؟ چون میره ویژگی ها و اون صفات اون شخصیت، اون شغل رو پیدا میکنه، طبق اون به ما میاد نکته میده، طبق اون میاد به ما توصیه میکنه و نتیجه و جواب نهایی رو به ما میده. پنجمین قسمت فرمولمون دادن فرمت نهاییه. یعنی وقتی که شما به چت جی پی تی میگید که ببین من این اطلاعاتی که تو بهم میدی رو در نهایت میخوام یه پی دی افش کنم، در نهایت میخوام اکسلش کنم، پاورپوینتش کنم، وردش کنم، مقالش کنم، عکسش کنم، هر چیزی که تو ذهنتونه رو میخوام پستش کنم. وقتی این کارا رو اینو بهش بگید باعث میشه که خیلی راحت تر به شما نتیجه بده. وقتی میگید پست میخوام درست کنم، میاد قلاب براتون درست میکنه، هشتگ براتون میزنه، براتون میاد متن درست میکنه، متنایی که با کلمات کلیدی درست شدن رو میاد بهتون میده. وقتی میخواید مقاله بنویسید و میگید که من میخوام مقاله بنویسم، با توجه به مقاله بهم اطلاعات بده، میاد میپرسه میگه آقا چه کلمات کلیدی مد نظرته؟ کلمات کلیدی که شما دادید با توجه به اون کلمات کلیدی میاد براتون مقاله مینویسه. پس این نکته رو حتما توی پرامپت نویسیتون رعایت کنید. ششمین قسمت فرمول 6 مرحله‌مون برای پرامپت نویسی حرفه‌ای، پرامپت نویسی حرفه‌ای اینه که شما بیاید اون حالت تونتون، حالت گفتگوتون، حالت چی بهش میگن، روند گفتگوتون رو بیاد بهش مشخص کنید. یعنی رسمی نیست، دوستانه است، نمیدونم جدی، احساسی، بچگانه است. این حالت ها رو بیاید بهش بگید. جمینای اومده خودش اینو توی اون 3 تا نقطه‌ای که میزنید اینو اضافه کرده، ولی برای چت جی پی تی شما خودتون بنویسید خیلی بهتره. بنویسید که آقا این متنی که بهم میدی رو یکم رسمی تر بنویس، یکم دوستانه تر بنویس، یکم نورمال تر، فرمالیته تر بنویس. هرچی ازش بخواید همون کار رو براتون انجام. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده. به جرئت میتونم بگم اگه این 6 تا نکته رو، این 6 تا قسمت فرمول رو رعایت کنید، شما انگار یه به جای اینکه همه مثلا از چت جی پی تی مثل پراید استفاده میکنن، شما مثل بنز استفاده میکنید. میدونم روزی 4-5 تا بیشتر نمیشه از چت جی پی تی سوال پرسید، ولی باز هم اگه بتونید این فرمول رو یاد بگیرید، به جای اینکه 4 تا سوال بکنید تا به یک نتیجه برسید، با یک سوال همه چیز رو در میارید و نتیجه که میخواید رو خواهید داشت. خیلی خوشحالم که تا اینجا ویدیو با هم بودید. اگه واقعا از این ویدیو خوشتون اومد بهم بگید. اون قلب شما، اون لایک شما، اون کامنت شما، اون سابسکرایب شما قطعا به من انرژی میده که خیلی حرفه‌ای‌تر و درجه‌ای‌تر بتونم براتون ویدیو ضبط کنم و پست ضبط کنم، محتوا ضبط کنم. و امیدوارم که
این تلاشایی که میکنیم تا براتون محتوا ضبط کنیم به نحو احسن باشه، یعنی نتیجه‌ای که من تو ذهنم دارم و شما بگیرید. از چت جی پی تی، از هوش مصنوعی استفاده کنید، خیلی باهاش کار داریم. من تو این کانال خیلی سعی میکنم تو این حوزه بیشتر براتون ویدیو ضبط کنم. چرا؟ چون آینده است. چرا؟ چون ما هر کاری بکنیم یه چیزیه که آینده داره. هوش مصنوعی هیچ وقت قرار نیست دموده بشه. یه سری چیزا میان یه مدت میرن. از چیزهای قدیمی بخوام بهتون بگم، یه موقعی رتریکا، اونایی که همسن سال منن شاید یادشون بیاد، یه برنامه بود باش عکس میگرفتن. یه دوره ای اومد تمام شد رفت. وایبر، لاین و امثالهم یه دوره ای داشتن تمام شدن، نتونستن خودشونو با شرایط جامعه وفق بدن و به روز بمونن. چت جی پی تی، هوش مصنوعی اینطوری نیست. همه ما مطمئنیم که در آیندهمون قطعا نقش حیاتی داره. شما یک مروری بکنید میبینید که تمامی پارامترهایی که خود چت جی پی تی و دیگر هوش مصنوعی ها 1 سال پیش داشتن به صورت پولی به ما ارائه میدادن، الان به صورت رایگانه. یعنی شما 1 سال پیش میخواستید عکسایی که هوش مصنوعی خیلی با کیفیت تولید کرده رو میخواستید داشته باشید، باید پول میدادید. یکم سخت بود اون هوش مصنوعی که عکسای خوب تهیه کنه، ولی الان رایگان شد. خود گوگل استودیو اومده ویدیو درست کردن با هوش مصنوعی رو اضافه کرده. روزی 3-4 تا شما میتونید ویدیو درست کنید. یعنی تمامی چیزهایی که ما با پارسال پول لازم بود بهشون بدیم الان رایگان شده. قطعا همین چیزایی هم که الان به صورت پولیه 1 سال بعد رایگان میشه. پس لازمه که از غافل عقب نیفتید، حتما یادش بگیرید، حتما هوش مصنوعی یاد بگیرید، اصلا نترسید. هوش مصنوعی در نهایت بنده و برده ما خواهد بود. اصلا نمیخوام به این موضوع بپردازم، فقط تا میتونید ازش استفاده کنید. اگه هم از این ویدیو خوشتون اومد حتما بهم بگید. قوت قلب. مرسی ازتون. سعی کنید خودتون زندگیتون رو بسازید، خودتون کسب و کارتون رو بسازید، زندگیتون رو، بیزینستون رو، آیندهتون رو بسازید. چون شما در نهایت تنهایید. هر موفقیتی که شما تو زندگیتون انجام میدید خودتون به تنهایی انجام میدید. خودتون به تنهایی صاحب موفقیت هست. اطرافیانتون، دوستانتون، آشناهاتون صرفا یک محرک خیلی کوچولو هستند. امیدوارم که محرک اصلی که خودتون هستید رو جدی بگیرید و خیلی درجه کاراتون انجام بدید. مرسی که تا اینجا با من بودید. خدا نگهدار. خداحافظ. خیلی حس بدیه که شما بیای نیم ساعت صحبت کنید، نیم ساعت ویدیو بگیرید و اونایی که تولید محتوا میکنن میدونن یه ویدیو میگیری میگی بابا چقدر خفن ضبط کردم، چقدر درجه 1 شد. بعد متوجه بشین که دکمه ضبط رو نزدی. واقعا حس خیلی بدیه. میکروفون دچار مشکل شد، وسطش من رفتم میکروفون رو حل کنم، بیام دوباره ضبطش کنم، یادم رفت دکمه ضبط رو بزنم و یه ویدیو خیلی خفن ضبط کرده بودم. ولی بازم سعی میکنم که قوی یه بار از اول مطالب که گفتم رو بگم. اگه وسطش اشکالی هم بوده این اشکال رو جبران کنم. بریم.